میگن یک پدری در روستا دخترش را شوهر داد و داماد گفت من دخترم را در ناز و نعمت بزرگ کردم. چشم و دل سیر است، هیچ خواسته ای از تو ندارم. قدیما رسم بود عروس را با اسب ببرن خانه داماد. وقتی از رودخانه رد می شدن پدری داماد داد زد حواستون به اسب‌ها باشد تا آب نبرن. پدری عروس این را میشنوه، میگه برگردید. حالا برای دخترم عروسی بگیرید، شیربها بدید، مهریه سنگینی هم بدید و کلی هم طلا بگیرید تا من اجازه بدم دخترم را ببرید. خانواده داماد کلی هزینه کردند تا پدر عروس اجازه داد دخترش را ببرد. این بار که از رودخانه رد می شدن پدر داماد داد زد بی خیال اسب‌ها، حواستان به عروس باشد تا اتفاقی برایش نیفتد. میدانی مشکل از کجاست؟ آدم‌ها و بی‌توقعی شما عادت می‌کند. از خودگذشتگی شما را وظیفه شخصی شما می‌داند. هرچی بی‌توقع‌تر بی‌ارزش‌تر. پس باید بنویس برام.